خبرهای تاجیکستان و جهان را استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 10 ینور است و در برنامه این موضوع را داریم. نخست وزیر ازبکستان عبدالله اوریپوف امروز به دوشنبه اومد تا برنامه سفری قریب الوقوع شوکت میرزیویف را به تاجیکستان آماده کند. شوکت میرزیویف میخواهد که این را از نو احیا کند و با همسایه چون برادر زندگی کند. خودش هم اعلام کرد. در آرزوی شهروندی در شهر تومسک روسیه نیروهای عمان مهاجران آسیای مرکزی را با استفاده از زور پراکنده کردند. و بحث ساکنان دهه در ولایت ختلون با یک شرکت ایرانی سرنوشت رای قبرستان روستا را ناروشن کرده است. من بردام را جو بریم نمیدونم. ولی میگه که نمیمونیم تو. راه با جوی میکنی با عثمان میبری با برتریون میبری. قبل از ظهر 10 ینور امام علی رحمان در شهر دوشنبه با نخست وزیر ازبکستان عبدالله اوریپوف ملاقات کرد. عبدالله اوریپوف که سفر شوکت میرزیویف را به تاجیکستان تهیه میکند، ضمن دیدار با امام علی رحمان تحکیم همکاری‌های دو جانبه را مطرح نمود. طول سال‌های زیاد میان تاجیکستان و ازبکستان محدودیت‌های تجارتی، نظام مرکب روادید و مشکلات مرزی وجود دارد. در آستانه سفر پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه طایر سفر با سیروجدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت کرد و از او پرسید که تا کجا این دفعه مشکلات دو کشور حل می شوند. باید بگیم که میراث اسلام کریموف خیلی سنگین بود. شوکت میرزیویف کوشش دارد که با همسایه مناسباتش خوب کند، ولی آن کوههایی که اسلام کریم ساخت و رفت، یخها را آب کردن آسان نیست. ماین‌ها در سرحد، ویزا، نقلیات، غیر از این روابط اقتصادی، روابی‌های مردم اصلا تقریبا وجود نداشت که این البته به مناسبات دو کشور خیلی منفی تاثیر خودش را میگذاشت. شوکت میرزیویف میخواهد که این را از نو احیا کند و با همسایه چون برادر زندگی کند. شما با مردم در ازبکستان صحبت میکنید، واکنشات در آنجا چگونه هست؟ خیلی مثبت است. آنها هم میخواهند که با تاجیکستان مناسبات ازبکستان خیلی خوب باشد، نزدیک باشد، چون پیشتر وقتی زمان شوروی باشد اصلا ویزا نباشد، ماین‌ها نباشد، مردم آزادانه رفت رو بیا کنند، رابطه‌های اقتصادی خوبتر شود، تجارت هم پیش رود. خیلی چیزا هست که از تاجیکستان میتواند مثلا مردم ازبکستان بخرد و مردم تاجیکستان میتواند از ازبکستان بخرد. میدانیم که مثلا در ازبکستان خیلی شهروندای تاجیکستان که سالهای جنگ داخلی تاجیکستان با ازبکستان رفته بودن، اونا میخوان مثلا آزادانه رفته خویش تبار خودشون رو ببینن و آنهایی هستند که مثلا در تاجیکستان از ازبکستان کلینشون فراموده هستند یا که کوچ کرده هستند. اینها نیست میتونن مثلا میخوان به ازبکستان بیان و مثلا آزادانه رو بیا کنن که این البته در زمان اسلام کریموف تقریبا امکان ناپذیر بود. جزئیات سفر نخست وزیر ازبکستان به تاجیکستان و دورنمای همکاری‌های دو کشور را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روز گذشته نیروهای عمان مهاجران کاری از آسیای مرکزی را در شهر تومسک از نزد خدمات مهاجرت این کشور دور انداخت. تعداد داوطلبان دریافت یک اقامت موقتی در روسیه تا حد زیاد بود که مقامات انتظامی مجبور شدند از زور کار بگیرند. برخی از مهاجران گفتند از چند روز پیش برای نامنویسی نوبت می‌پایند. عبدالله اشروف با جزئیات بیشتر. صبح 9 ینور نیروهای تعیینات خاص و سربازان روسگواردیا توده مهاجران کاری را از نزد اداره مهاجرت منطقه تومسک روسیه پراکنده کردند. به گفته شاهدان پلیس علیه مهاجران از نیرو استفاده کرد. نوبت طولانی در نزد خدمات مهاجرت منطقه تومسک بنابر درخواست سهمیه یا خود کوتای بیشتر برای اجازت اقامت و کار در این کشور به عمل آمد. مهاجران به خاطر دریافت اجازه اقامت موقت از 3 روز پیش در نزد این اداره نوبت گرفتند، اما ساعت 6 صبح امروز تعداد داوطلبان به بیش از 2000 برابر شد. مهاجران از قزاقستان سر از 2 ینور اینجا بودند. آنها روی خط تبدیل داده مثل دوران شوروی هر روز ساعت 6 بامداد هست و نیست میکردند که ترتیب روی خط و نوبت حفظ گردند.
перекличку устраивали, что есть. ظاهراً داوطلبی سهمیه اقامت موقت خیلی بیشتر از حساب‌های پیشکی شده. آنهایی که قبلا ثبت نام کرده بودند نتوانستند به بینا وارد گردند. در نزد بینا بی سر و سامانی به عمل آمد. نیروهای امان و سربازان روسگواردیا به جای حادثه آمدند و درآمدگاه مرکزی مهاجرت را مسدود کردند. اینجا عدالت نیست. ما 3 روز باز انتظاریم. بعضی ها امروز آمده بودند ولی مقامداران از روی نوبت کار نکردند. آنها خودشان 10 نفری دعوت کردند. دفتر مطبوعات پلیس منطقوی تومسک به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که افزاد تحت نظارت پلیس بوده ترتیبات جاری می شود. مقامات روسگواردیا حادثه را شرح ندادند. سر از سال 2018 تعداد جایهای کاری یا کواتا برای حق اقامت موقتی در روسیه تا 20,000 کاهش یافت. در تومسک چنین اجازت را تنها 1000 نفر دریافت می‌کنند. به گفته آژانسی ریا نووستی شهروندان خارجی از 4 ینور به این طرف در نزد خدمات مهاجرت نوبت گرفته بودند. ضمناً روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان هم پلیس مجبور شد برای جلوگیری از بی‌نظمی در میان علاقه‌مندان مهاجرت در نزد نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه افسرانش را مستقر کند. در اطراف بینای نمایندگی برخی از علاقه‌مندان مهاجرت به روسیه همچنان به امید ثبت نام شدن در رویخط داوطلبان گشت و گذار داشتند. به گفته آنها شب 8 و 9 ینور حدود 2,500 خواهشمندان مهاجرت به روسیه در نزد این نمایندگی تجمع کردند و روزانه در نوبت به ترتیب ها سر زد. از جمله شیشه‌های تابلوهای اطلاعاتی این نمایندگی شکسته و ساکنان بیناهای اطراف از صداهای بلند مهاجرت کننده ها بیدارخوابی داشتند. در پی این مقامات روس تصمیم گرفتند که جریان نامنویسی خواهشمندان کوچ بستن به روسیه را نه حضوری بلکه توسط تلفن این نهاد نامنویس کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان دهه وطن در نویه شهرتوسی ولایت ختلون از آن نگرانند که یک شرکت ایرانی میخواهد از آنها زمین قبرستان را بگیرد. این شرکت که قرار است بعد شودگار در زمین پیسته شیناند به مردم ده گفته است که یا راهشان را دیگر کنند و یا مرده ها را از قبرستان به جای دیگر کوچ بدهند. ولی ساکنان که بعد 10 ساله ها نو صاحب مزار شدند و آن را با مبلغ خود تعمیر کردند در بحث پس نمی آیند. مومین احمدی تفصیلات دارد. این راه که به قبرستان دهه وطن شهر توز میبرد چند وقت باز موضوع بحث مردم با یک شرکت ایرانی است. رحیم رئیس محله و مولای دهه است. چند وقت باز دوتاز دارد که دادش را شنوند. اما ما را منان که مردم را بریم بیاریم هیچ چیز دیگه ما طلب نداریم. شرکت ایرانی گرین گولد سال گذشته زمین اطراف قبرستان را برای پیسته پروری اجاره گرفت. مسئولینش از مردم وطن خواستند با راهی که از زمین آنها میگذرد به آرامگاه نروند. الان مسئله را جنگ داریم ما مردم را جو بریم نمیدونم. ولی میگه که نمیمونیم تو. راه به جای میکنیم که به عثمان میبره و برتلیون میبره. ساکنان دهه وطن شهر توز میگویند 70 سال آرامگاه نداشتند. میتها را در قبرستان دهه همسایه دفن میکردند. سال 2015 حکومت ناحیه برای آرامگاه از این گوشه به آنها 4 گکتار زمین داد. همه تریتوری جدا کردن باید که یک باره مسئله راهش هم میدیدن میگفتن. مقامات بر رادیو آزادی گفتند این راه را مردم خودسرانه ساختند. راهی آرامگاه میبایست از جنوبی زمین میبود و در نقشه درج شده است. شرکت ایرانی نیز از ساکنان میخواهد راه را از طرف دیگر باز کنند. کاری که به قول ساکنان دشوار است. پرابلم از باکجو میبری. جو وردنش معلوم نیست. خیلی بیایم لاتوگ است شکستن در کربات او نمیگذره. این خیلی بیایم کانال های وافی نمیشه. پیشنهاد دیگر این است که آرامگاه را به گوشه این زمین کوچانند ولی برای این کار پول ندارند. بعضی از نزدیکانشان در این آرامگاه دفن شدند و کوچانیدن جسدها راضی نیستند. با گفتهشان قطعه های دیگر برای دفن سازگار نیست. میکنیم این همه میکنیم او میبرای یا چی سنگ خوری خوک خون میبرای. اکی کوبتیم اکی نو یافتیم همجره سخت بوده است بسیار عجایب بوده است هم بودم گفت همجره قبرستان میکنیم. مشتری دعوت شونده موقتا دست نرسد. به خبرنگاری رادیو آزادی میسر نشد با مسئولین شرکت گرین گولد صحبت کند. در یک طرف تراکتور شرکت گرین گولد زمین نرم میکرد، در طرف دیگر ساکنان وطن می اندیشند از کدام راه میتها را به آرامگاه بیارند.
هر قدر خط کشت وسیع‌تر می شود همان قدر بحث هم اوج می گیرد. به نظر می رسد از دو جانب کسی نمی خواهد از حق خود بگذرد و امید به دست سوم دارند که آنها را از این گرفتاری ها نجات می دهد. دستی که همین گرفتاری ها را آفریده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. 2 سال پیش حکومت تاجیکستان مقررات به فرزندخانه گرفتن یتیمان را نسبتاً آسان کرد. اما در این بین مربیهایی که تجربه زیادی کار در یتیمخانه ها را دارند میگویند بارها شاهد حالت‌هایی شدند که عائله‌های پرستار بعد مدت کودکان را با هر بهانه برمیگردانند. به گفته روانشناسان برای کودکان یتیمخانه احساس دوباره شخصی نادرکار ضربه سخت است. قصه یکی از چنین نفران در گزارش نوبتی. بهروز 20 سال دارد. وقتی او را از یتیمخانه به فرزندخانه گرفتند خرسندیش پایان نداشت. یک سال تا یکم رفتم خرسند بودم. خرسند شدم که هوای آدم ما را نگاه کرد. آمدم پرسیدن بچه چی خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد خیلی فعال رفتار دارد. چون بهروز پدر و مادر یافت به آینده خوب امید کرد. اما بعد 1 سال آن هم رفت به باد. وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد مناسبت والدین با بهروز تغییر یافت. معاملهشون دیگه خیلی گپ نمیدادن، یعنی دسترخوانشون عدین بود. میرفتم و دسترخوانشون جمع میکردن و او خانه دیگری را میرفتم میشتن. یعنی بگونه. وقتی من این باره اینترنت آمدم با معلم من سوال داد. کابینت از پرداخت کردی دارای دایرکتور گفت چی پرابلم است که ای خونه با یو رفتی یگم چیزی بیادابی کردین یگم چیز کردین گفتم نه. در یتیمخانه های تاجیکستان چون این حادثه ها کم نظیر نیست. گلچهره مقدم و از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنتی کودکان یتیم و کمبزاعت رقم 4 شهر دوشنبه بود. میگوید مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر عائله است چون شاهدی برگردانیدن آنها بوده است. میداند که بر روان کودک این حادثه چه تاثیر دارد. پدر و مادر داشتن آنها یعنی نداشتنشون این یک برای آنها خودش ضربه هست. اگر آنها رو باز به یک خانه دیگر دهی در آن خانه آنها خوب تربیت نمی‌یابند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربیه سابقه دار میگوید تربیت فرزند مسئولیتی عظیم است. شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی نه برای کاری خانه بلکه همچون فرزند برد. در ضمن دین اسلام هم به سرپرستی و تربیت خود گرفتن یتیم را به هر عائله بزرگترین ثواب می‌داند و رنجاندن دل یتیم را شریعت لایق نمی‌داند. حتی آیات‌های صریح و آشکار آمده است که قرآن می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما الیتیم فلا تقهر. شما اگرچه به یتیم کم نیکی کردن نتوانی با مبادا کاری مکنی که دل یتیم را برنجانی. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46,000 نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا 2 سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی گرفتند. اما روشن نیست که چه تعداد از این فرزندخوان شده ها مثل بهروز مصاحب ما دوباره به یتیمخانه ها برگردانیده شدند. امروز او بیرون از دیوارهای یتیمخانه زندگی خود را پیش میبرد. باز هم با نگاه به کودکانی که در آغوش والدان خود از مهربانی و نوازش ها برخوردارند از نورسی خود و یک مدت خیلی کوتاه صاحب پدر و مادر شدنش یاد میآورد. و جسد مردی که روز 8 январ در حدود پدماسکوی پیدا گردید شناسایی شده است. از این مرد ساکن شهر پنجاکند عبداللایف اورزیقول نام برده می شود. در این باره روز 10 январ به رادیو آزادی از سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. جسد عبداللایف حالا در مردخانه نویای کراسноармейский نگهداری می شود و سفارت تاجیکستان تلاش دارد توسط شعبه امور داخلی پنجاکند خویشاوندان او را پیدا کند. با این خبر برنامه امروز را انجام می‌دهیم، ولی شما می‌توانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org. صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. تشکر که امروز هم همراه ما بودید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.